7 قانون پولی که ثروتمندان رعایت می‌کنند. 1. هیچ وقت کل درآمدتو فاش نکن. 2. فقط 1 تا 5% از دارایی خالصتو نقد نگه دار. 3. بیشتر از 30% درآمدتو خرج نکن. 4. یک صندوق اضطراری داشته باش. 5. قوانین مالیاتی رو یاد بگیر. قانون پولی که ثروتمندان رعایت میکنن. 1. هیچ وقت کل درآمدتو فاش نکن. 2. فقط 1 تا 5% از دارایی خالصتو نقد نگه دار. 3. بیشتر از 30% درآمدتو خرج نکن. 4. یک صندوق اضطراری داشته باش. 5. قوانین مالیاتی رو یاد بگیر. 6. از بدهی برای خرید دارایی استفاده کن. 7. چندین منبع درآمدی بساز. من 44 ساله هستم. اگر هنوز در 20 سالگی خود هستید اینها را بخوانید. وقتی 40 ساله میشوید بین کسانی که از بدن خود مراقبت میکردند و کسانی که مراقبت نمیکردند شکاف قابل توجهی خواهید دید. 8 ساعت خوابیدن و پیاده روی در خارج از خانه بیش از هر مربی سلامتی روی کره زمین به شما کمک می‌کند. خواب بهترین داروی قانونی افزایش دهنده عملکرد در این سیاره است. شما همچنین 1/3 عمر خود را می‌خوابید. یاد بگیرید چگونه خوب بخوابید. والدین شما با آنچه که به آنها آموزش داده شده بود بهترین کار را انجام دادند. مطمئناً آنها کامل نبودند، اما شما هم نبودید. قدر آنها را بدانیم. ورزش کم مصرف ترین داروی ضد افسردگی است. با بالا رفتن سن دوستانتان تغییر خواهند کرد. اینو قبول کن، همینه که هست. در برخی مواقع این آخرین باره که میتونید با یک دوست ارتباط برقرار کنید. آنها را گرامی بدارید. اگه با کسی میچرخید و احساس میکنید که انرژیتان را تحلیل میبرد، آن را به عنوان علامتی در نظر بگیرید که دیگر دور آن شخص را خط بکشید. اگر نتایج بهتری میخواهید، دوستان بهتری پیدا کنید. این به این معنا نیست که باید از شر آنها خلاص بشید یا از شر نزدیکانتان خلاص بشوید. این به معنای بالا بردن سطح افرادی است که دور و برتان هستند. هرچه کمتر در مورد آنچه دیگران در مورد شما فکر می‌کنند اهمیت بدهید، احساس آرامش بیشتری خواهید داشت. مغز شما مثل یک نرم افزار است. شما آن را با خواندن کتاب، چالش‌های سخت، مدیتیشن، مهارت‌های یادگیری و شبکه اطرافتان به روز رسانی می‌کنید. بدن شما یک قطعه سخت افزار است. شما آن را از طریق لیفتینگ، کاردیو، تغذیه و کشش و دویدن به روز می کنید. این عادت را ایجاد کنید که همیشه قبض‌های خود را به موقع پرداخت کنید. این عادت را ایجاد کنید که حداقل 10% یا بیشتر از آنچه را که به دست می آورید پس انداز کنید. یاد بگیرید چگونه سرمایه گذاری کنید تا آن دلارها را به دلارهای بیشتری تبدیل کنید. هر روز زمان با کیفیتی را دور از تلفن همراه خود بگذرانید. یک زندگی عالی در بیرون زندگی می شود، نه روی صفحه نمایش. یاد بگیرید که چگونه برخی مواقع بیکار باشید. توانایی انجام هیچ کاری نکردن یک قدرت در دنیای حواس پرتی است. یک چشمانداز برای زندگی خود بنویسید. چشمانداز را به اهداف 3 ساله تقسیم کنید. آنها را به 1 سال تقسیم کنید. آنها را به اهداف 3 ماهه تقسیم کنید. پروژه های ماهانه خود را برنامه‌ریزی کنید. آنها را به کارهای هفتگی و روزانه تقسیم کنید. این گونه است که شما دیدگاه خود را به واقعیت تبدیل می کنید. خودتان را آموزش دهید تا مهمترین کار را در ابتدای روز انجام دهید. قورباغه را بخور. روی مغز متفکر سرمایه گذاری کنید.
به کنفرانس ها بروید و به این صورت که در حین یادگیری یک شبکه ایجاد می‌کنید. اگر در حال رشد هستید، زندگی سختی و ناملایمت هایی دارد. این را بپذیر. غذاهایی که می‌خورید بر روده شما تأثیر می‌گذارد. روده شما بر مغز شما تأثیر می‌گذارد. مغز بهتری می‌خواهید، غذاهای بهتری بخورید. چیزهایی که می‌خواهید در طرف دیگر رویارویی با ترس‌هایتان قرار دارند. نگرانی انرژی هدر رفته است. هیچ موقعیتی با نگرانی در مورد آن بهتر نشد. مقصد را بشناسید و روی مراحل بعدی تمرکز کنید. این مراحل را ادامه دهید تا زمانی که به هدف خود برسید. سپس در یک هدف جدید تعیین تکلیف کنید. خواب مهمتر از غذاست. شما می توانید یک هفته بدون غذا بمانید و تنها چیزی که از دست می دهید وزن است. برای چند روز خواب را رها کنید، به بدترین نسخه خودتان بدل می شوید. بدن خود را به سطحی برسانید که شرکت‌های غذا و دارو نتوانند از شما درآمد کسب کنند. انتخاب اینکه با چه کسی در زندگی شریک شوید مهمترین تصمیمی است که می‌گیرید. وقتی جوانتر هستید، برای شبکه و فرصت‌ها در شهر زندگی کنید. وقتی بزرگتر شدید و خانواده دارید، در شهرهای کوچک و طبیعت در صلح و آرامش زندگی کنید. زندگی کوتاه‌تر از آن است که در جایی زندگی نکنید که مناسب شخصیت شما باشد. عادات خود را عاقلانه انتخاب کنید. وقتی بزرگتر می‌شوید، شکستن آنها سخت‌تر می‌شود. وقتی آماده شدید ازدواج کنید و بچه دار شوید، نه طبق جدول زمانی شخص دیگری. زندگی را بر اساس معیارهای خود زندگی کنید، نه پدر مادرتان، دوستانتان یا یک فرد تصادفی در اینترنت. چطور به شکل خطرناکی بیش از حد باسواد بشیم؟ باهوش‌ترین آدم‌ها معمولاً مدرک‌دارترین ها نیستن. اونایی هستن که یاد گرفتن هیچ وقت براشون تموم نمیشه و مسیرهایی رو میرن که بقیه حتی نمیبینن. چت جی پی تی، مربی 24 ساعته. ازش بخوا برات کتاب خلاصه کنه، مفاهیم رو باز کنه یا برنامه یادگیری روزانه برات بچینه. انگار یک گوگل به اضافه یک معلم خصوصی به اضافه یک کوچ همیشه تو جیبت داری. 2. زمان مرده مساوی با دانشگاه سیاره. پشت فرمون، توی باشگاه یا موقع پیاده روی، پادکست و کتاب صوتی گوش بده. یادگیری همینجا اتفاق میافته، نه توی سریال دیدن. 3. یادگیری مستقیم از آدم‌های واقعی. دنبال کسایی برو که چیزی رو زندگی میکنن که تو میخوای. لایو ببین، عضو کامیونیتی شو، تو مسترمایند ها حضور داشته باش. این میانبر واقعیه. 4. فقط 20 دقیقه دیسیپلین روزانه داشته باش. روزی 20 دقیقه تمرکز کن. بیش از 120 ساعت میشه در سال. یادگیری مثل سود مرکبه، کم کم ولی انفجاری رشد میکنه. 5. اصول، نمودها. تمرکز روی پول، ارتباطات، فروش، مارکتینگ و روانشناسی. ترندها زود میمیرن، اما این ستونها موندگارن. 6. شبکه اجتماعی مساوی با دانشگاه جیبی. پیجای بی مصرف رو آنفالو کن. الگوریتم رو طوری بچین که هر اسکرول یک کلاس آموزشی باشه. 7. مهندسی معکوس موفقیت بقیه. ببین کارآفرینا چه عادت‌ها و سیستمی دارن، بعد نسخه شخصیشو برای خودت بساز. 8. مستندسازی رو یاد بگیر. با نوشتن یا آموزش دادن ذهنتو قفل کن روی یادگیری. 8. مستندسازی یادگیری‌هات. با نوشتن یا آموزش دادن ذهنت قفل میکنه روی یادگیری. آموزش سریع‌ترین راه متخصص شدنه. 9. مصرف مساوی نصف راه. تجربه مساوی کلید.
هرچی یاد گرفتی تا 24 ساعت یه قدم عملی براش بردار. تئوری بدون عمل هیچی نیست. 10. ترکیب مهارت‌های کوچیک. مارکتینگ به اضافه قصه گویی به اضافه روانشناسی به اضافه تکنولوژی مساویه با سلاح مخفیتون. ترکیب خاص مهارت‌ها کاری میکنه هیچ کس جایگزینت نشه. یادگیری مداوم قوی ترین ابرقدرت نسل ماست. بهش متعهد بمون.